والله بالله تالله هر کسی نمازش اول وقت بخونه یقین بدون عاقبت بخیر میشه. ولی تو که میدونم دزدی میکنین، تو که میدونم مواد میفروشین، اینا رو میدونم ازتون. ولی بچه‌ها کاراتون یه جوری برنامه‌ریزی بکنید که نماز اول وقتتون ضربه نخوره. بعد بهشون گفتم وقتی میخواید برید دزدی یه جوری برید دزدی که به نمازتون ضربه نخوره. یعنی مثلا میخواد بره دزدی از آن ساعت 6 بعد از ظهر، خونه هم خالیه، این 6 رو بکن، 6 و نیم نمازتو بخون بعد برو دزدی. یک اشتباهی که تو جامعه ما هست، فکر میکنن که نماز برای ما مذهبی هاست. نماز برای همه بنده های خداست. خدا موقع اذان همه دزدا، همه عرق خورا، همه رو میگه بیاید نمازتون رو بخونید. آقا میگه نماز به اونا واجب نیست. بله. پس تمام دیگه داره صداشون میکنه. بعد یکیشون خب با ما رفیقن دیگه، به من میگفت که این چه فایده‌ای داره. گفتم دزدی که به احترام خدا نیم ساعت دزدیشو بندازه عقب یه روز عاقبت بخیر میشه. بیاد نمازی که جذاب نیست رو بخونه. تو از جذابیت ثروت مردم، موبایل قاپیدن دست کشیدی، واسطی به یه عبادتی که خیلی مزه نداره برات. تو داری از تحت جذابیت‌ها خارج میشی، تا عاقبت بخیر میشه. من می‌نویسم امضا میکنم به قول مولا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود نفسی علی ما اقول رهینه، گردنم گروه حرفم. والله بالله تالله هر کسی نمازش اول وقت بخونه یقین بدون عاقبت بخیر میشه. ملاها در مکتب میگن شراب خوردن گناهست، میگن شراب خورا در روز قیامت جزا میبینن. میخوای بفهمی بابا درباره گناه چی فکر میکنه؟ بله. مگم اول یه را بفهم و همیاله بفهم که از او احمقای ریشکی تو چیزی یاد نمیگیری. ملاها را میگین؟ من بریش او شادیهای خودپرست لعنت میکنم. هیچ کاری ازشان ساخته نیست غیر از تسبیح گشتاندن و حفظ کردن کتابی که به یک زبان دیگر نوشته شده و مفهومش هم نمیفهمم. تنها یک گناه وجود داره و او دزدیست. هر گناه دیگر یک نوعی از دزدیست. میرم بفهمی؟ نه بابا جان. وقتی تو یک کسی را میکشی یک زندگی را دزدی میکنی. از زنش حق شوهر داشتن را دزدی میکنی. از اولادایش حق پدر داشتن را دزدی میکنی. وقتی به کسی دروغ میگی حق راستی را ازش دزدی میکنی. هیچ عمل زشتر از دزدی وجود نداره. متوجه شدی؟ بله بابا.